تعداد جمعیت که می‌بینید امروز همه به عنوان اعتراض 7400 اومدن جلو ندامتگاه تهران بزرگ برای احقاق حق جوان بیگناه 22 ساله امیرحسین حاتمی. حدوداً 2 ساعت جلو زندان ما اینجا تحصیل کردیم. حتی رئیس زندان هیچ جوابگویی به ما نبود، در رو هم باز نکرد. یه احترامی که این مردم لااقل از مسافت 800 کیلو از ایلام اومدن، حتی کسی نبود جواب ما رو بده. واقعا متاسفم برای قوه قضاییه، متاسفم برای خودمون که توی مملکت اینجوری داریم که قانونی رو میبینیم. جوابگو قوه قضاییه، جوابگو قوه قضاییه، جوابگو ابو سهر رو به رو، با مسهر رو به رو کنید. هذا ابو آقا هذا ابو